دوستان سلام، سجاد جنتلمن هستم. همونجور که می‌بینید راکی رابیت امروز تیک آبیشو گرفت و کارت کامبوشو فعال کرده. واسه کارت کامبو راکی رابیت و بیاین تو قسمت ماین می‌بینید این سه تا کارت رو باید دقیقا مثل همستر پر کنید. از قسمت فایتر میایم پایین، آخرین گزینه زده منتال ترینینگ. این گوشه یه حالت گزینه واسه تون آورده، گفته که چوز سوپر ست. خب اینو میزنین، میایم بالا. از قسمت دوباره فایتر، اولیش تو بخش آپگرید بود، دومیش تو بخش کلیمه. میرین تو بخش کلیم، میریم پایین و بیفور بدو میزنیم. خب بیفور بدو وقتی بزنی باید قسمت دیسکارد واسه تون بیاد تا فعال بشه. نمیخواد خود کارتو بخرین، چون این کارت ها اکثرا هر 24 ساعت همه نمیتونن همون لحظه بگیرن. پس این گوشه این گزینه رو باید بزنیم. قسمت بعدی میاین تو قسمت کوچ، تو قسمت کلیم وارم اپ رو چوز میکنین. ببینید سه تاش انتخاب شد. چک کارت رو بزنین بهتون 2 میلیون سکه میده. بچه پروژه خیلی قویه، بهتون تون میده. همونجور که میبینین من الان نزدیک 36 سنت تون دارم، به پول خودم میشه 3-4 دلار. تازه شروع کاره. خب پروژه‌ای که از اولش میتونین هم تون به دست بیارین، هم ارز خودش که راکی رابیته. موفق باشین.